मनस्तु अली इमाम मनस्तु मनम गुलाम अली मनम गुलाम अली हजार जाने हजार जाने हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली हजार जान गिरामी हजार जान हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। कभी दीवार हिलती है कभी दीवार हिलती है कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली 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 मौला अली शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली 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 Ali, Ali, अली Ali, 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 अली Ali, 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 अली Ali, 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 अली अली मौला 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 पत्थर पे अलमदीन का नारा जिसने पत्थर पे अलमदीन का नारा जिसने पत्थर पे अलमदीन का नारा हसनैन का बाबा है हसनैन का बाबा है हसनैन का बाबा है हसनैन का बाबा है सारा का शोर है पत्थर पे अलमदीन का नारा जिसने पत्थर पे अलमदीन का नारा जिसने पत्थर पे अलमदीन का नारा जिसने ललकार के बराबर को बिछाया जिसने वो है अली अली मौला अली 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 शाह मर्दाने अली लापता इल्ला अली शेर यज़दाने अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली हक अली 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 मौला अली 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 अली तन पर अली अली हो
آقا با این صدا اصلا صداهای ما به گوش نمیرسه به چشمم نمیاد. عجیب عجیب عجیب. شکرا. ماشاءالله. Thank you very much. Very good, perfect. Thank you so much. Thank you. جناب آقای علی بختیار سنتو از لاهور پاکستان مهمان امشب حسینیه معلات و گروهش. ماشاءالله ماشاءالله. علی بختیار همسر و فرزندش هم در استودیو حسینیه معلات نشستند و مهمان ما هستند. اسم فرزندتون چیه؟ What's your son name? Surname Yes. بختیار علی سنتو. علی سنتو. بختیار علی سنتو. آره. He's my father. ماشاءالله. افتخار پدرشون. ماشاءالله. Your son. My son. Your son. Yeah, is my wife. به افتخار همسر و فرزندش. آراز. Yeah, she's my wife and my father. Yeah, and he's بختیار علی سنتو خان کبا. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. من فقط میخوام یه چیزی شرح بدم، دو چیز حقیقت خیلی سریع میگم. ممکنه بعضی از تونها تو گوش ما یه خورده عجیب باشه. دلیلش هم اینه چون هند و پاکستان و یه جزئی از افغانستان و سریلانکا و بنگلادش ربع تون هم دارن. ما یه تون داریم، یه نصف تون، نصف اینا ربع تون دارن. به خاطر همین بعضی از چیزا تو گوش ما یه خورده سخت بود که قبولش کنیم، چون ما عادت نکردیم ربع تون داشته باشیم. این یک. دوما از نظر طبقه بگم، طبقه ما داریم قرار، جواب، جواب، جواب. از این بالاتر دیگه بهش میگن سوپرانو. اینا از سوپرانو هم میرفتن بالاتر. فوق سوپرانو. خیلی میرفتن بالا، خیلی سخته و ایشون هم خیلی باهوشه. اون آخرین چیزی که انجام داد، علی مولا علی، میخواست ما را امتحان کنه. اولی را گفتیم، رفت بالاتر، علی مولا علی گفتن.
سومی نتونستیم دیگه، چهارمی نتونستیم، رفت فاصله رو نشون ببینه فاصله از کجا تا کجا. خیلی باهوشه. یواش یواش رفت بالا. آقا ما فقط دوتای اولی تونستیم باهاش بخونیم دیگه، بقیهش من که نتونستم بخونم. خیلی بالا میرن، خیلی بالا میرن. آصف مجید کیف کردی ها؟ من رو آسمونا بودم. آره اینجا نبودی واقعا. خدا چی بودی؟ من تو زندگیم تا حالا با خوندن کسی اینقدر رو ابرا نبودم. ماشاءالله ماشاءالله. واقعا به افتخارشون. من یه چیزی عرض کنم، این دایره‌ای که اینجا وجود داره، حالا ما میگیم سن، من یه لحظه فکر کردم این یه سفینه‌ایه، جدی میگم ها. اینا یک موجوداتی هن آسمانی، این سفینه اومده پایین، اینا فقط بگن الله، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین. جانم به ماشاءالله. به افتخارشون خدا وکیلی، هر چقدر علی و اولادشو دوست داری به افتخارشون کف بزنی. ضمن اینکه مهمان تقلید اینا رو هم نمیتونه کسی در بیاره. بله مهمان این علی ماشاءالله هنجره طلایی، انگار جبرئیل این هنجرشو بوسیده. بهش بگو آقا گلدن گلدن فروت. آره آقا نزار هست اونجا. آقای نزار به 5 تا زبان مسلط. ماشاءالله. آقا میثم. من حقیقتش نیت کرده بودم فقط سکوت کنم، چون در مقابل این قصه و این اتفاقی که در حسینیه معلی افتاد که هنر خالصانه، ارادت مخلصانه باید سکوت کرد، اما آفرین این اجرای آخرشون علی مولا باعث شد من یه نکته‌ای رو عرض بکنم، چون این مجلس عبادت، ذکر علیین عبادت. علی. من یه نکته رو فکر کنم در محرم شاید در معلا گفتم، خوب گوش بدید. در جنگ صفین ابن ابوالحدید معتزلی نوشته ما سمعنا به رئیس قوم منذ خلق الله السماوات والارض، از روزی که خدا آسمان و زمین رو آفریده ما نشنیده بودیم که رئیس قوم، بزرگ قومی، 500 نفر از بزرگان لشکر مقابل رو به درک واصل کنه و بیاد مقابل لشکر. امیرالمومنین آمدن مقابل لشکر، این شمشیر رو نشون دادن به دشمن، فرمود معذرتاً الی الله و الیکم من هذا. ببخشید من پشتم به شماست استاد، من از این شمشیر از خدا معذرت میخوام، از شما هم معذرت میخوام، ببخشید علی رو. شمشیر کند شده بود و کج شده بود. و لقد هممت ان افلقه، من بارها نیت کردم این شمشیر رو بدم بشکافن، صیقل بدم، شمشیر تازه بردارم. ببخشید من شما رو با این شمشیر کند و کج کشتم، یک چیزی مانع من شد، ولکن یحجزنی عنه انی سمعت من رسول الله. من بارها از پیغمبر شنیدم که فرمود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. من آخرین جملم اینه، ما پیروان مکتب آل محبتیم، ما پیروان مکتب آل محبتیم، دلدادگیست مذهب ما. یا علی مدد، یا علی مدد. اسد رضا جان. والا من دارم به این فکر میکنم که اگر اینا علی علی میگن ما چی میگیم؟ هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. نه اصلا من الان فعلا مستم واقعا. حاسد مجید میگه از می انما ولی مستم، در هوای هوال علی هستم. از شرابن طهور چشمانت، شب میخانم چراغانی است. به نام نامی حیدر قلم به دست شدم، علی شراب طهور است من که مست شدم. آفرین. تبارک و تعالی ز نیست هست شدم، به عجز خم شو و زانو بزن در این درگاه، بگو که اشهد ان علی ولی الله. به به
آسد مجید دوران مدرسه‌مون بود، دوران همون سالایی که تازه هنر داشتیم یاد می‌گرفتیم. حتما همه دوستان تجربه کردن این حس رو. به ما یاد دادن چجوری ابر و باد درست کنیم. کار دوستان ما با صدا و شعر و لحن و با شکل اون ابر و بادی بود از نگاه من که از هر طرف به یه سمتی میرفت با یه رنگی و هر بار که نگاهش میکردی از دور یه جلوه‌ای بهت میداد و این خیلی منو به وجد آورد و خیلی ذوق کردم که این دوستان با این صوت و با این حنجره و با این آهنگ و با این لحن و با این شعر، میخوام بگم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک کاتب شدند، خوشنویسان علی ابن ابی طالب شدند. ماشاءالله. علی 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 علی. آقای نجم الدین، اون چیزی که ما رو به وجد آورده و ما رو اینجوری کرده اینه که از یه زبان، چقدر آدم دوست داره نام اربابش رو با زبانهای مختلف اصلا نمیشه وصف کرد. این که با یه زبان دیگه، بعد ما خودمون فکر میکنیم مثلا ما ته شیعه مثلا صف اول هستیم، ما صف اول. یه دفعه ببینی یه حسین اون صف اول خوبه، صف اول علی که اینا میگن کجا، یعنی مثلا نوع خوندن، نوع، یعنی آدم دوست داره اسم محبوبش رو از زبانهای دیگه بشنوه. اصلا واقعا کیف کردیم فقط به خاطر همین. اگه اجازه بدیم من دوست دارم تو قاب اینا باشم. یه عکس یادگاری با گروهشون میگیریم. ولی بعد یه چیزی بگم، 20 و چند سال دوستان اومدن این قوالی رو در ایران دارن اجرا میکنن و میزبانشون حسینیه. افتخاره برای هممونا. به خدا قسم. آخرین کسی که یا اولین کسی یا آخرین کسی درسته؟ نصرت فاتح علی خان بوده. فاتح علی که خان سال 1376 هم به رحمت خدا میره. ایشون اومده ایران و بعد از اون دیگه کسی از گروه قوالی تو کشور ما نیومده. واقعا من خودم عرض میکنم، شما رو نمیدونم، خودم افتخار میکنم که امشب در حسینیه معلا من مفتخر شدم به این که حضور داشته باشم و این قوالی رو و این اجرا رو اینجا بشنوم و شما هم افتخار کنید. واقعا افتخار کنید. ماشاءالله. خیلی خوبه، افتخار همه دوستان و عزیزانم. حاج آقا اجازه می‌فرمایید؟ آقا بذارید تشریف میارید؟ آسد شما میاین؟ بفرمایید. حاج آقا بفرمایید. It's an honor to have a picture with you. افتخار، افتخار سب. In Urdu and Farsi it's سب. افتخار to have a picture with you. ماشاءالله ایشون سوپرانو. من به یه شرط میام اینجا، من باید این حنجره علی رو ببوسم. علی احسن. ماشاءالله. کف مرتب. ماشاءالله. آسد همه با حنجرهشون میخونن، اینا با قلبشون دارن میخونن. با قلب و روح. انشالله به حق امیرالمومنین خدا کمک کنه با قلبمون بخونیم، علی علی بگیم. دمتون گرم. نه بشین. جون زیه میشینم من اینجا. بشینی. حالا اگه راست میگی بخون آقا میثم. بخون. آقای نزار چیزا که می‌خواستی بخونی یه دقیقه باشون بخون. واقعا؟ آره. دم بدم علی علی پکار، هر قدم علی علی پکار، دم بدم علی علی پکار، هر قدم علی علی پکار، تیرے سوناگن میں کھلے گی بہار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم 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 علی علی پکار، آل کی طرف گر تو ایک قدم برائے گا، 10 قدم زمانے سے خود کو آگ پائے گا،
की तरफ गर तो एक कदम बुराएगा, 10 कदम जमाने से खुद को आगे पाएगा, खुद को आगे पाएगा, खुद को आगे पाएगा, क्योंकि ये नहीं रखते किसी का उड़ान। दम बदम अली अली हर बदम अली अली पुकार, दम बदम अली अली पुकार, हर बदम अली अली पुकार, फातिमा ज़हरा की दुआएं मिल जा, खुद तेरी जियारत को अंबिया चले आए, तुझको फातिमा ज़हरा की दुआएं मिल जाए, खुद तेरी जियारत को अंबिया चले आए, अंबिया चले आए, अंबिया चले आए, करबला पहुंच जाए, करबला पहुंच जाए, तो जो एक बार दम बदम अली अली दम बदम अली अली पुकार, दम बदम अली अली पुकार, दम बदम अली अली पुकार, कदम अली अली। ये सोचना भी अबस है, कहाँ कहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ है अली, इधर है ज़ाते मोहम्मद उधर सिफाते खुदा, इन्हीं लतीफ हिजाबों के दरमियान है अली। दम बदम अली अली पुकार, हर बदम अली अली पुकार, दम बदम अली अली पुकार, हर बदम अली अली पुकार, दम बदम अली अली पुकार। متشکرم به افتخارشون. ماشاءالله. افتخار بدین که